سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. دیدار ملا عبدالمنان عمری وزیر کار امور اجتماعی با علیرضا بیگدیلی سفیر ایران در کابل. تاکید مولوی عبدالسلام حنفی بر حفظ حقوق همه افغان‌ها زیر چتر نظام اسلامی. و حبس خانگی رئیس جمهور پیشین برزیل. امروز یکشنبه دوم ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. ملا عبدالمنان عمری وزیر کار امور اجتماعی با علیرضا بیگدیلی سفیر ایران در کابل دیدار کرد. وزارت کار امور اجتماعی میگوید که دو طرف در این دیدار پیرامون گسترش روابط دو جانبه، توسعه همکاری‌های کاری، چگونگی بهبود کمی و کیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در افغانستان، بررسی وضعیت مهاجران افغان مقیم ایران و موضوع انتقال قانونی کارگران افغان گفتگو کردند. ملا عبدالمنان عمری بر ضرورت استفاده از تجربه‌های موفق ایران در بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تاکید کرده و گفته که بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه باید روی فرصت‌های تازه کار شود. وزیر کار امور اجتماعی افزوده که موجودیت کارگران افغان در ایران باید منظم و از وضعیت غیرقانونی خارج شود. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزراء در نشست هماهنگی با مردم کابل درباره اقامه معروفات و جلوگیری از ازاله منکرات گفت زیر چتر نظام اسلامی حقوق تمام شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان محفوظ است. معاون اداری رئیس وزراء در این نشستی که از سوی وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سماع شکایات برگزار شده بود، افزود که هیچ کس جرأت نمی‌کند تا حقوق دیگران را نقض کند. وزارت امور خارجه میگوید که به هدف فراهمسازی تسهیلات بیشتر برای شهروندان خدمات بین ولایتی تصدیق اسناد را در سطح زون‌ها در نمایندگی‌های این وزارت آغاز کرده است. این وزارت افزوده که پس از این شهروندان می‌تواند بدون سفر به ولایت دیگر اسناد خود را از طریق نمایندگی‌های ولایتی افغان‌پست جهت تایید به کابل و 6 نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت‌ها ارسال کند. وزارت امور خارجه در حال حاضر در ولایت‌های قندهار، هرات، بلخ، کندوز، ننگرهار و پکتیا نمایندگی دارد. و در اخیر جایر بولسونارو رئیس جمهور سابق برزیل به دلیل احتمال فرار از حبس خانگی و جلوگیری شروع حکم 27 سال زندانی که بر وی صادر شده بود از سوی پلیس این کشور بازداشت شد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، ماموران فدرال برزیل روز گذشته به دستور قاضی محکمه عالی این کشور وارد خانه بولسونارو شده و وی را به برازیلا پایتخت این کشور منتقل کرده است. جایر بولسونارو 70 ساله به دلیل توطئه برای جلوگیری از روی کار آمدن یکی از کاندیدهای انتخابات پس از شکست او در انتخابات سال 2022 به 27 سال زندان محکوم شده بود. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.